شاید شنیده باشین من با شما پیوسته این محبت صحابه را میگم، بعداً محبت خودتان با محبت صحابه مقایسه کنید. رسول اکرم میگه ما جمع یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از صحابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدم جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خیستند نزد دروازه رهسپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. آن کسی که الحال وارد مسجد می شود که جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد، با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنیم. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است، من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستین، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستین، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارین. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگه فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی، یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آنچه که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خوشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیا دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدن. از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت. خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گو خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت دماندن و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست،
امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد. هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جایه خانه مغیره میریم. صحابه میگه یک جایه خیستیم. میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود. مغیره این دشمنی پیغمبر خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبر خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمیشناخت، این خدازده که رسول الله را قدر شکی نمیدانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبر نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن ماند. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت. همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بودن لیکن پیغمبر نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است. من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر را دروغگو کند. در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سر مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمدم یتیم است، محمدم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردن. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه هست، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد،
دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است طعام جنت میخورد، یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام نه شراب میخوام نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم بر من نه زن لازم است نه شراب لازم است نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتم. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعراء آیت 214 ای را تحلیل شد وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن. میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگد ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگد سنگ عنبر داشت، سنگ عنبر داشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگد رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستید. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگد ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابری مردم کم بغل برابر باشم. میگد پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دست تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش حیزم کشی بود، فقط خار میکشید نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن غمگین میشدند.
آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابولهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابولهب بود. وقتی این آیت که آمد ابولهب غمگین شد. ابولهب در شاید مثال یک غمگین، یک بگیم دهشتی در وجودش پیدا شد که رسول الله مرد مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردن، لکن عتیبهش به زمیانه که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبری خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیتی اذا نجم الهوا الذي اذا تدلى را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است با ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند با ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است، دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلى، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با اون ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من انکار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگه دهنش میگه پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگه هزارها شکر که میگه این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را با سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش قطعی میگه رهسپار شد، به شهر شام رسیدن. در یک دهه میگه قرار گرفتن. مردم این دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدم ها را شکار میکنن، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتین. ابولهب گفت من فرزند خدمت در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان زلال داده نمیتونه. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چه حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبر شه، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد.
هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن می شود، این نمی میرد مگر پوف کننده را زبان و دهانش می سوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصرا از حیات محبت صحابه های پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردن و چی جزاها دیدن. البته ما و شما شنیدیم. کاری کنیم که ما و شما امتی نوگی زبانی نشیم. کاری کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما و شما قویتر و زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتن؟ میگفتن مادامی بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و دروازه های مصیبت بالای تو گشاده می شود. تو چیکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا محبت پیغمبر خدا را در دل همه ما بندگانت زیادتر بساز. خدای مهربان، فردای قیامت که خود وعده کرده ای ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد زود است که من تو را بیرق شفاعت میتم تا آن زمانی که اگر تو از من راضی نشوی من بیرق شفاعت را از دست تو نمیگیرم. خدایا از این شفاعت پیغمبرت اهل این امتات برخوردار بساز. خدای مهربان روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه امت رسول اکرم در روی دنیا صفش زیادتر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در اینجا خیر احسان ها کردن، خدای خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بسازد. مرادها و مطلوب هایی که دارن برآورده خیر، بیماری هایی که دارن خدای با بیماری های شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی کند. یکی از بیماری ها اینجا بابای شفیع که محله ما چندی